حاجی خریدین بزرگ خطی اکای ما از سال 84 از سال 85 تا 2025 با هم یک جا کار و فعالیت میکردن. با ما میخدا این حاجی خریدین یک بچه خاکساری زمینی صغیر پروری همه کس کمکش در تمام مردم تاجیکستان کمکش رسیدگی. شخصا من خودم دانشجو بودم پیش اومدم گفتم استاد حاجی خریدین من فلانی هستم من باید توی برم. گفت که ای پگه بیو. من در خانه حاجی خریدین 3 سال شب رو در خانهش بودم. خدا و پدرش رحمت کنه 50 دانشجو رو پدر میکس در همون خانه جا کرد. یک قطعه برای بزرگی حاجی خریدین میزنیم. این حاجی یکی از شخصیت صغیر پرور من به مامانیت به محبت میگم بنا میخواد. این قضیه که مردم از سال 85 یک جا بودن یک قرصک شود بهترین همکار هستن با هم هستن. روانده بهترین اسلامی یک انمی شما خیر بود او اسلامی دی بچه شاید شما خیر های میکنه یکی شما خیر انمی بود بخدم رای فیض بود رفتیم خدم رو نگاه قرصک شد برای یکی ما جان زنده باشید. استاد حاجی اکبر خیریدین بازار حاجی اکبر فردی را انی شخصیت کدگه بعضی ها حاجی عمره میروان یه حاجی فردی کدگه مادرش در دیداری فرزندش انتظار بود. وقتی که حاجی خریدین این مکتلو برگشت مادر حاجی خریدین پاوانداز آماده کدگه برای فرزندش که فرزند من میاد لیکن او پاوانداز در روی تابوتی مادرش گذاشتن. برای بزرگی مادر یک قرصک بزنیم خدا مادرش رحمت کنم. من سطح خود پای مادری همه میشم سطح پای مادری خود میشم خدا رحمتش کنم. بهترین استاد در نام مستقل هر قدر کتاب نویسم هر قدر شاهنامه نویسم برای خودت کمه قربان قدمات قربان عبود شریف. سلامت باشی برنده خوش صدا. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان تمام مردم شراره همه شما را به بزم خرسندی اکای عمر جان خوش آمدید گفته شخصا برای ربانی جان خدا هم وقت در میخونه توی بالای توی باشه داماد و عروس با همدیگر پیر شوید در عالم عشق خود جهانگیر شوید 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. هر سال در این خانه دسته توی شود مانندی ربانی و خواهر جان چگونه خوشروی شود 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. از طرفی همسیفا یار و دوستا خش تبار مهمانه خوشمندید برای ربانی جان برای همینی جان برای اکای عمر جان یک قرصکی بر دوام شرارت سیتی شود. بخاطر عمر جان زنده باشه. ما در خدمت شما در اینجا میگریم اوچه جانا آمد یا اپا جانا خواهر جانا برای بزرگی مادر جانا سرود اول در وسط مادر بعد برعکس بازی اکای عمر جان مبارک شود. بگذار همین خرسندی بالای خرسندی باشه مهر محبت عزت احترام قدر قیمت ما بین ما کنده نشود. زنده باشین. برای اوچه جانا یک سرود مادر بعد برعکس بازی ما در خدمت شما ای بندگان خدا.